با سلام، دکتر سامانه اکبرزاده هستم، جراح و متخصص زنان زایمان و نازایی. خوشحالیم پس از یک وقفه کوتاه با ارائه کلیپ‌های آموزشی مجدد در خدمتتون هستیم. امروز می‌خوایم در مورد لوازم و وسایل مورد نیازی که هر خانم بارداری باید هنگام سزارین یا زایمان طبیعی همراه خودش باشه صحبت کنیم. این وسایل به دو دسته وسایل مورد نیاز نوزاد و وسایل مورد نیاز مادر تقسیم میشه. بیایید فرض رو بر این بگیریم که بیمارستان هیچ وسیله‌ای در اختیار شما قرار نمیده. وسایل مورد نیاز نوزاد یک پوشک نوزاد هست که این پوشک باید سایز مناسب نوزاد متولد شده باشه. دومین مورد حوله و یا ملافه نوزاد هست، چرا که نوزاد وقتی به دنیا میاد ماما توسط اون حوله یا ملافه نوزاد رو خشک میکنه. سومین وسیله لباس نوزاد هست که بهتر هست حداقل 2 دست داخل ساک موجود باشه. این لباس بهتر بادی یا لباس‌های سرهمی باشه و همچنین کلاه و دستکش هم فراموش نشه. چهارمین مورد آغوش هست. این آغوش کمک میکنه هم نوزاد احساس امنیت بیشتری داشته باشه و همین که حمل اون توسط اطرافیان راحت تر هست. پنجمین مورد شیر خشک هست. درسته که ما شیر خشک رو به هیچ کسی توصیه نمی کنیم، اما هیچ چیز موقع زایمان قابل پیش بینی نیست. ششمین مورد شیشه شیر نوزاد هست. چه بسا پس از زایمان نوزاد به هر دلیلی در NICU بستری باشه و یا از مادر دور باشه. اینجا نیاز هست که مادر شیر خودش رو بدوشه و داخل شیشه بریزه. هفتمین مورد حوله مرطوب مخصوص نوزاد هست و یا دستمال مرطوب هست که دستمال مرطوب باید مخصوص نوزاد باشه، چرا که این دستمال ها مواد آلرژن کمتری دارند و نوزاد پس از تولد بهتر هست که شستشو داده نشه و با همین دستمال مرطوب ها نقاط حساس نوزاد تمیز بشه. هشتمین مورد کریر نوزاد هست که میتونیم با اون نوزاد رو از بیمارستان به خونه حمل کنیم. این مجموعه وسایل بیشترین کاربرد رو در بیمارستان داشته، اما اگر وسیله‌ای هست که شما استفاده کردین و ذکر نشده بود، خوشحال میشم که در کامنت ها برای ما بنویسید. شاد و پیروز باشید.